حضرت رسول الله علیه السلام داخل شد در مسجد که صحابه های کرام آهسته آهسته میخندند، خنده میکنند. رسول علیه السلام گفت که چطور شما خنده میکنید در حالی که ماورایتان آتش جهنم است؟ چطور کسی که دوزخ به یادش باشه او را خنده بگیره؟ چطور به یاد کسی که آتش خطرناک جهنم و قهر خدا باشه او را خنده بگیره؟ ای یاران من، اگر آنچه را محمد میداند، بگویید صلی الله علیه و سلم، شما بدانید هرگز خنده نمیکنه. صحابه های کرام گفتند که سکوت کردیم. قهر رسول علیه السلام. حضرت رسول کریم علیه السلام رویشان دور داد و پشتشان به صحابه حرکت کرد رفت. همینجا جبرئیل پایان شد. بگویید الله اکبر.